سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و علاقه‌مندان به علوم غریبه و دنیای ماورا. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو همراه با سلامتی داشته باشید. خب امروز با آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه آموزش ویدئوی قبلی که پرداختیم به توضیح طلسم رفع نائله، قرار شد در ویدئوی بعدی که الان این ویدئو میشه خود طلسم رو، خود شیوه نوشتن طلسم رو براتون آموزش بدم. همونطور که میبینید اینجا نوشتم و در هفته ویدئوی قبلی هم براتون توضیح دادم، گفتم که طلسم نائله هم علوی داریم و هم سفلی. کسی خواست علوی به قولن می نویسه، کسی هم نخواست سفلی بره، بستگی به خودتون داره. اول آموزش علوی، اولا در توضیح این که شاید دوباره براتون سوال باشه که اصلا آقا این نائله یا نائله چیه؟ در توضیحش باید بگم که نائله ملوک روحانیه، یک ملوک روحانی بسیار بسیار قدرتمنده و به طور کلی اینطور بهتون بگم که بخت و اقبال و شانس و اینا همه به قول جز نائله حساب میشن. مثلا اینکه میگین یکی همش بدشانسی میاره، اقبالش بده، مربوط میشه به نائلش. مثلا توی هم زنها هم مردها مانع ازدواج میشه، یا توی مثلا زنها اگر زنی نائلش مشکل داشته باشه، بد باشه، مثلا وقتی حامله است باعث سقط جنین میشه. بارها شده که باعث سقط جنین شده و عرضم به حضور شما آره یک جورایی میشه گفت که یک باجگیری میکنه. در عالم ماورا بهش میگن یک نوع باجگیری، انگار که یک نوع باجگیری میخواد بکنه از شخص. یه باجی باید بهش بدید یا این بذارید به قولن شانس شما روی زوال بیفته. در توضیح سادهش که بخوایم بگیم، نوعی باجگیر دنیای علوم غریبه است. خب حالا میپردازیم به خود نوشتن و بستن طلسم. البته نوشتن و بستن طلسم رو میبندن، دعا رو مینویسن. اولا که این طلسم هم علویش هم سفلیش نیازی به اسراف و تحسین نداره. خب علویشو باید با حبر روحانی، با جوهر روحانی بنویسید. اونم روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه، روزهای سعد. در روزهای سعد باید نوشته بشه موقع طلوع خورشید. روزهای سعد، طلوع خورشید با حبر روحانی، روزهای یک، سه و پنج شنبه که بهترین روزش سه شنبه است. سه شنبه از همش بهتره. حالا نوشتن طلسمش به چگونه است؟ ببینید این حروفی که من الان میخوام به صورت رمز، به صورت به قولن بهش میگن حروف یهودی بنویسم، خیلی توی جهتش، توی دایره هاش، توی کج بودن یا راست بودنش خیلی باید دقت کنید. چون اگه یک ذره کج بشه یا راست بشه یا دایرهش بسته باشه یا باز باشه، الان بهتون نشون میدم بگو نوشتم، کاملا معنی حروف عوض میشه. خب علویش به این صورته که میگم مثلا بسته بودن دایره ها، منظورم این دایره هاست. مثلا اینطوری ننویسید، اینطوری نیم دایره بخواید بذارینش، چون معنیش کامل عوض میشه.
آه. استوار می دنبالش عظیمش می نویسی یا قدام قابل رسم سبو احربو تابعت فلان ابن فلان فلان ابن فلان بحق سلیمان ابن داوود. خب پس زیرش هم دوبار می‌نویسید اگر وها ساعت. یک نکته بهتون بگم، این الاجل و الوها و الساعه که در آخر تمام طلاسم نوشته میشه، اگر طلسم شما علوی باشه، رحمانی باشه، باید از هر کدوم دو بار بنویسید، یعنی 2 تا الاجل، 2 تا الوها، 2 تا الساعه. اما اگر طلسم شما سفلی باشه 3 تا می‌نویسید، یعنی 3 تا الاجل، 3 تا الوها، 3 تا هم الساعه می‌نویسید. این همیشه مد نظرتون داشته باشید. حالا بعد از اینکه اینو نوشتیم چه کارش میکنیم؟ بعد از اینکه این طلسم رو توی کاغذ سفید بدون خط نوشتیم، 7 عدد سوزن تهگرد داخل کاغذ طلسم میذاریم، طلسم رو تا میزنیم، چسب میزنیم دورش، اولا حجابش میکنیم و میذاریمش داخل یک بطری. حالا یا شیشه یا پلاستیکی فرق نداره، و داخل بطری 3 قطعه سرب کوچیک داخل بطری میذاریم، به اضافه 1 مشت خاک قبرستان. اینا همه رو داخل بطری میذاریم، در بطری میبندی و توی یک خیابون دفنش میکنیم. این میشه طرز نوشتن طلسم نائله به روش علوی یا رحمانی. این مال رحمانی شده که چیز دیگه ای نداره. بهتون گفتم که با جوهر روحانی می نویسید روزهای سعد موقع طلوع خورشید اول صبح، روزهای یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه. سه شنبه از همش بهتره، اگه بتونید توی سه شنبه بنویسید بهتره، اسراف و تحسین هم نداره، خیلی راحت. این از اینجا که فلان ابن فلان اسم شخص می نویسیم، مثلا مثل می نویسید حسن زایده زهرا. این از این. حالا میریم سراغ سفلیش، روش سفلیش که این یکی که بودن نوشتنشه که طولانی‌تره و سخت داره. از لحاظ قدرت کاردهی بخوای حساب بکنی، جوابدهی بخوای حساب بکنی، من خودم چون بارها تجربه کردم با افراد مختلف نوشتم، به جرئت میگم که